سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز اومدیم و معرفی یک کاراکتر دیگه، نایت کرالر. اسم اصلیش کرت واگنر هستش و از اعضای گروه ایکس من هستش. خالقینش هم لن واین و دیو کاکرام هستن. نایت کرالر اولین بار در سال 1975 تو کامیک ایکس من جاینت سایز حضور پیدا کرد. اون با قدرت‌های ابر انسانی و به عنوان یک جهش یافته متولد شده، مثل افراد دیگه‌ای که توی ایکس من هستن. قدرتاش هم به اون این امکان رو میده که در شب ناپدید بشه، دست و پایی چسبنده داره و میتونه تلپورت کنه. ظاهری شبیه جهنمیا داره، در حالی که میدونی اون یه کاتولیک با ایمانه. خودش خیلی عجیبه. بریم چند تا فکت ازش بشنویم. 1. پدرش شیطان جهنمی به اسم عزازیل هستش. اون بر روی زمین میستیک رو اغوا کرد و حاصل این آمیزش نایت کرالر شد. خیلی جالبه. همونطور که گفتم میستیک مادرشه، یکی از شخصیت‌های پیچیده در دنیای کامیک‌های مارول. اونم جرایم زیادی مرتکب شده، هم به جهش یافته ها کمک کرده. میستیک هم مثل بسیاری از جهش یافته ها دوست داره یه زندگی عادی داشته باشه. اون این فرصت رو کنار بارون کریستیان واگنر به دست آورد، اما شوهرش در زمینهای زناشویی میدونی زیاد خوب نبود. میستیک هم که شور و شوق مادر شدن داشت، با تغییر ظاهر با مردان محلی رفت آمد میکرد تا فردی شایسته بیابد که عزازیل او را اغوا کرد. چون عزازیل دنبال فرزندی برای اتصال به دنیای انسانها بود. 3. به خاطر اینکه اون به پدرش در بعد برایمستون متصله، قادره که تلپورت کنه و این تلپورت به چند مایل محدود میشه. شماره 4. خود نایت کرالر دارای فرزنده. شاید در زمین اصلی بچه‌ای نداشته باشه، ولی در ابعاد دیگر او دارای فرزندانی است. در زمین 1005 اون دارای یه پسر به اسم سالامندره. همچنین در زمین 2182 اون دارای دختری به اسم ناکترنه. شماره 5. یکی از سوالاتی که درباره نایت کرالر و دردویل به وجود میاد اینه که هر دوی این کاراکترها با اینکه ظاهری شیطانی دارن و اتفاقا در محفل کامپانی آف دردویل نیز حضور دارند، پیرو مذهب کاتولیک هستند. پیوند زدن شیطان با کاتولیک از دیدگاه مارول مبحثیه که خودش یه مقاله جداگونه میخواد. شاید هم یه روز بهش پرداختم، راجبش یه پستی هم تولید کردم. اما جالبه بدونید برای اینکه با یه تیر دو نشون بزنن، توی یکی از کامیکا نایت کرالر کاندید نشستن بر جایگاه پاپ شده. شماره 6. کاراکتر هاپ سامرز هم به خاطر اینکه بعد از وقایع MD به دنیا اومده و هم به خاطر اینکه دارای سطح اومگاست و پتانسیل نامحدودی داره، بسیار خاص و مهمه. نایت کرالر جونش رو به خاطر نجات دادن همین هاپ سامرز از دست داد. شماره 7. چون نایت کرالر فردی پایبند به مذهب و با ایمان و درستکار بود، وقتی جونش رو در راه نجات هاپ سامرز از دست داد به بهشت رفت. اما قبل از اینکه پله های بهشت رو بالا بره، پدرش عزازیل که با تمام فرزندانش ارتباط داره، جهت تسخیر بهشت احضار شد. برای اینکه اون رو شکست بده، نایت کرالر ابدیت بر روحش رو فدا کرد و فناناپذیر شد و دوباره از مرگ برخاست. شماره 8. برعکس گذشته سخت بسیاری از کاراکترهای مارول، میدونید نایت کرالر کودکیشو توی سیرک گذرونده. نمیدونم، شاید به خاطر ظاهرش بوده و عجیبه، خیلی عجیبه. شماره 9. ظاهرش نه تنها برای انسان‌ها بلکه برای بقیه جهش یافته ها هم غیر قابل تحمل بود. میدونید خیلی عجیبه، چون به نظر شخصی اینه که کاراکترهای خیلی بدترکیب‌تری هم از این بنده خدا وجود داشتن، ولی شاید چون چه میدونم پشت ماسکی، نقابی، چیزی قایم میشدن به چشم نمی اومدن. برای مثلا ددپول حاجی قیافش مثلا شبیه گوشت سوخته است. خیلی بد ترکیب‌تر از این بنده خداه، ولی خب مثل این که از ظاهر این بیشتر بعدشون می اومد و اون حالا پشت یه نقابی، یه ماسکی، به هر حال اون قیافه کریهش رو قایم کرده. به هر حال به لطف گجتی که پروفسور ایکس براش ساخت، قادر بود وقتی در میون آدم‌ها زندگی میکنه ظاهری انسانی‌تر و قابل تحمل‌تر داشته باشه. حالا بالا قابل تحملش اینه، من نمیدونم که دیگه اون بعدش چیه.
خیلی خوشحال شدم که تا اینجا با من همراه بودید. تا فکت های بعدی، فعلا خداحافظ.